همونطور که خدمتتون عرض کردم زبان انگلیسی 26 تا حرف الفبا داره. علاوه بر اینا چند مورد دیگه هم هست که از ترکیب حرف H با حروف دیگه ساخته میشه. تو این ویدیو میخوام این چند مورد رو هم خدمتتون عرض کنم. CH 2 تا صدا داره، چ و ک. چ مثل کلمه chicken میشه جوجه، یا صدای ک مثل character همون کاراکتر تو فارسی میگن یا شخصیت. GH ترکیب GH بعضی وقتا صدای ف میده، مثل کلمه laugh به معنی خندیدن. PH ترکیب PH صدای ف میده، مثل کلمه phone همون تلفن یا موبایل. SH ترکیب SH صدای ش میده، مثل کلمه shop میشه فروشگاه. ترکیب بعدی ترکیب TH هستش. ببینید TH 2 تا تلفظ کاملا متفاوت داره که متاسفانه تو مدارس ایران هر دوتا رو اشتباه درس میدن. به یکی میگن ت، به یکی میگن د، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. ببینید اگر TH رو درست تلفظ نکنید بعضی وقتا تفاوت معنایی ایجاد میشه. تلفظ اول TH به این صورته. اون چیزی که تو مدرسه بهتون گفتن د در واقع ذ هستش، یعنی ز نوک زبونی. زبونتون رو بزنید نوک دندونای بالایی و سعی کنید بگید ز، مثل این ذ مثل کلمه they به معنی آنها. ببینید they با day فرق داره ها. they یعنی آنها، day یعنی روز. دومین تلفظ TH به این صورته. اون چیزی که تو مدرسه بهتون گفتن ت در واقع ث هستش، یعنی سه نوک زبونی. زبونتون رو بذارید نوک دندونای بالا و سعی کنید بگید س، مثل این ث. مثلا thank you. ببینید دوستان thank یعنی تشکر کردن، thank یعنی تانک. ببینید چقدر فرق میکنه. در رابطه با اصول تلفظ در زبان انگلیسی من حالا باهاتون کار دارم، اما فعلا همین چند تا مورد رو خیلی خوب یاد بگیرید، مخصوصا TH. ببینید TH خیلی مهمه ها، چون اگر اشتباه تلفظ بکنید ممکنه تفاوت معنایی ایجاد کنه و طرف مقابل اصلا متوجه منظورتون نشه. آقا شروع شد. این اولین جلسه آموزش زبان انگلیسیه و توی این ویدیو میخوام حروف الفبای انگلیسی رو خدمتتون آموزش بدم.